درود و مهر، کانال شگفتی ها و دانستنی های جنگل هیرکانی. اینجا عزیزان یکی از بهترین چشمه های ایران در جنگل هیرکانی هست. چشمه ای که از زیر این درخت آبی زلال و گوارا از زیر درخت از دل زمین بعد از عبور صدها فیلتر بر زمین جاری میشه و نمیدونید چقدر این آب سرد و زلال هست. 2 ساعت و نیم از روستا پیاده تا کنار این چشمه راه هست. چشمه در شرق استان گلستان، شهرستان گالیکش، روستای پادالل، زادگاه بنده، که چشمه به نام افرا. فوق العاده این چشمه زیباست، شاید یکی از زیباترین چشمه های آب معدنی دنیا باشد قطعا عزیزان. و اما این باغچه و بهشت کوچک من هست در زمین کشاورزی هم ملاحظه می‌فرمایید عزیزان. اینجا در شرق گلستان، شهرستان گالیکش، چشم‌اندازهایی فوق‌العاده زیبا و باور نکردنی که شما حتی در قاره اروپا هم نمی‌توانید ببینید. عذرخواهی می‌کنم اگر صدای واقعی رو قطع کردم و دارید صدای من رو میشنوید، به خاطر اینکه توضیح داده باشم سعی میکنم در ویدیوهای بعدی من حرف نزنم. لطفاً به تصاویر نگاه کنید. این مه بسیار زیبایی که به روی جنگل افتاده. این چشمانداز الان اگر آفتابی باشه یک چشمانداز فوق‌العاده زیبا و قشنگ رو میبینید. در اون دوردست شما جنگل ها و زمین های کشاورزی رو میبینید که مه قشنگ صبحگاهی همه جا رو فرا گرفت عزیزان. و کلزا یک نوع محصول کشاورزی هست، رنگش زرده، ازش روغن گیاهی میگیرن. گلای زردی هست. در استان گلستان باید زیاد کنار جاده دیده باشید. در بهار اینجا بهشته، بهشت واقعی، اکسیژن 100% خالص. به قدری در این فضا انسان آرامش دارد. وقتی صدای واقعی طبیعت را میشنوی سرمست. من دیگه صحبت نمی کنم و دعوت می کنم شما صدای طبیعت را بشنوید. سپاسگزارم. عزیزان ببخشید دوباره مزاحم شدم. من در فضای مجازی ویدیوهای زیادی از جنگل‌های هیرکانی استان گلستان به اشتراک گذاشتم، از جذابیت‌ها، زیبایی‌ها، شگفتی‌ها و گنج‌هایی که در این جنگل‌ها وجود دارد و همچنین خسارت‌هایی که ناآگاهانه ما داریم به این ارزشمندترین دارایی و ثروت خودمون ما ایرانی ها میزنیم. به دلیل جهل و ناآگاهی ما خیلی بد داریم استفاده میکنیم. اینجا چشماندازی هست از یک ویوی ابدی، به قولی که از دوستان. واقعا تماشا بفرمایید چقدر این تصاویر زیبا هستند و متاسفانه ما ناآگاهانه داریم این جنگل ها را نابود میکنیم. عزیزان این کانال تازه بنده در یوتیوب اومدم، کانال شگفتی ها، و اینجا آبشار فوق العاده زیبایی، اینجا پر آبشار، چشمه آب، هر چیزی بخواید وجود داره در کانال شگفتی ها و دانستنی های جنگل های هیرکانی. جنگل اسمش رو گذاشتم 53. لطفاً تماشا بفرمایید تا دلتون بخواد. از این ویدیوهای زیبا و قشنگ برای شما عزیزان به اشتراک گذاشتم که ببینید، لذت ببرید و تشریف بیارید برای دیدن این مناظر زیبا. بنده در خدمتون خواهم بود به امید ملاقات شما در بهشت ایران. و من نامم خلیل ملکان هست. کافیه در گوگل سرچ کنی خلیل ملکان، قطعا منو پیدا خواهی کرد. سپاسگزارم هموطن عزیزم.
شاد باشید. با امید ایرانی آباد، با مردمانی شاد و خوشحال.